سلام دوستان، وقت بخیر. به کانال من خوش اومدین. امروز قصد دارم نقد کردن ارز نیوکسا و کاسپا کوین رو به شما آموزش بدم. با من همراه باشید. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید این ارز امروز تقریبا 30% رشد کرده. تو صرافی TX بیت هم لیست شده. خب ما الان نیاز به یک کانت صرافی TX بیت داریم. وارد سایت TX بیت میشیم. خب دوستان، تو این صفحه از ما ایمیل و پسورد رو میخواد. من ایمیل رو وارد میکنم. دوبار پسورد و این تیکو. خب یه ایمیل واسه من میاد، میرم تو باکس ایمیل اونو اجرا میکنم تا وریفای بشن تو سایت. خب روی لوگین کلیک میکنیم. بعد از اینکه روی اکتیو کلیک کردیم این صفحه واسه ما میاد که روی لوگین کلیک میکنیم و میریم در ادامه. اینجا ایمیل اونو وارد میکنیم دوباره. خب دوستان، بعد از اینکه در صرافی عضو شدیم میایم روی ولت کلیک میکنیم. تو قسمت سرچ نیوکسا رو وارد میکنیم و روی دیپازیت کلیک میکنیم. این تیکا رو هم میزنیم. خب این آدرس صرافی منه. من میخوام ارزایی رو که استخراج کردم بفرستم توی حساب صرافی. روی این کلیک میکنم تا کپی بشه. کیف پول نیوکسامون رو اجرا میدیم. روی سند کلیک میکنیم. تو این قسمت آدرس صرافیمون رو باید وارد کنیم. مقدارمون هم باید وارد کنیم. من الان 1702 تا دارم، میزنم 1700. این تیکم میزنم که کارمزد رو از خودش کم کنه. روی سند کلیک میکنم. از من رمزمو میخواد، رمز کیف پولم، اونو وارد میکنم. این مقدار میگه بابت کارمزد ازتون کم میشه. اوکی، یس. خب باید منتظر باشیم این تراکنش ثبت بشه. خب دوستان، بعد از اینکه ارز نیوکسامون رو انتقال دادیم به صرافی، الان میخوایم کاسپا رو هم انتقال بدیم. میایم ولت تحت ویندوز کاسپا رو اجرا میدیم. صبر میکنیم تا بالا بیاد، چند ثانیه وقت میگیره. خب روی ولت کلیک میکنیم، رمز اون رو وارد میکنیم. خب دوستان میبینید من 5 تا دارم، قبلا انتقال دادم. الان میخوام این 5 تا رو هم انتقال بدم. وارد سایت صرافی که شدیم. خب وارد سایت صرافی که شدیم روی ولت کلیک میکنیم. توی سرچ می نویسیم کاسپا، بعدش دیپازیت رو انتخاب میکنیم. خب دوستان، واسه من اینو قبلا ساختم، ولی اگه واسه شما ساخته نشده روی جنریشن کلیک کنید. بعد که کیف پولتون ساخته شد اینو کپی میزنید، برمیگردیم به ولت کاسپا. روی سند کلیک میکنیم. اینجا این آدرس صرافیمون رو وارد میکنیم، مقدارم میزنیم. من زدم 5 تا. اینم میزنیم که به صورت اتومات کارمزد ازش کم کنه.
و روی سند کلیک میکنیم. اینجا از ما رمزمون رو میخواد، مجددا وارد میکنیم و سند. چند ثانیه بهش زمان میدیم. خب دوستان مشاهده میکنید که توی صرافی ثبت شده، فقط 1200 بلاک باید کانفirm بشه تا به صورت کامل بشینه تو صرافی. خب دوستان بعد از اینکه ارز ما کامل به صرافی منتقل شد، ما الان میخوایم اونو بفروشیم. میایم تو سرچ، مثلا من میخوام کاسپا کوینا رو بفروشم، اینجا کاسپا مینویسم. خب اینجا دیگه به جای دیپازیت روی مارکت کلیک میکنیم. این صفحه واسه ما میاد کاسپا به USDT، اینو کلیک میکنیم که تبدیل به دلار بشه. یه خورده زمان داره، این به خاطر سرعت اینترنت. دوستان بعد از اینکه وارد صفحه ترید شدیم، میایم تو این قسمت هر مقدار از ارزمون رو که بخوایم بفروشیم وارد میکنیم. مثلا 200 تا کاسپا. به پایین نگاه میکنیم، اینجا روی 3063 خریدار داره، من میزنم همین سلا که بزنیم فروش واسه ما انجام میده. خب این بار فروخته شد. الان واسه برداشت پولمون روی ولت کلیک میکنیم. خب حالا که روی ولت که کلیک کردیم، وارد ولت که شدیم، توی این قسمت وارد ولت که شدیم، توی قسمت سرچ USDT رو وارد میکنیم. اینجا گزینه ویدرا رو انتخاب میکنیم. خب دوستان قبل از انتقال این نکته رو خدمتتون عرض کنم. انتقال بر روی شبکه بایننس اسمارت چین انجام میشه، چون این صرافی فقط از این شبکه واسه انتقال تتر پشتیبانی میکنه. غیر از اون به هر آدرس دیگه‌ای که تتراتون رو ارسال کنید به حسابتون نمیشینه. این نکته رو توجه داشته باشین. تقریبا هر انتقال $4 کارمزدش میشه. چون توی صرافی دیگه لیست نشده و روی شبکه‌های مختلف نیست، فعلا همین انتخابو داریم، راه دیگه نیست. بعد از اون پسوردتون رو وارد میکنید، آدرس ایمیلتون روی ویدرا USDT، بعدش هم آدرستون ازتون میخواد، اونو وارد میکنید، وارد ایمیل میشید، کد تایید رو میزنید و میاد به حسابتون. خب دوستان امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نداره. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.